سلام دوستان، وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدید جلسه 23 آموزش گرامر با کمک همین کتاب Grammar for IELTS. خب اواخر این دورمون هستیم. امیدوارم تا اینجای کار خیلی خوب از این دوره استفاده کرده باشید و اگر مطلبی باز کم و کس داشت حتما برید مثال هاشو بخونید یا اینکه مرجع اصلی گرامر که به نظرم Practical English Usage هست، کتاب سوان، آقای سوان، ایشون رو بگید تهیه کنید و بخونید به عنوان مرجع اصلی گرامر. ولی خب در حد آیلتس بخواید بدونید همین مطالب کافیه و بیش از این دیگه دونستنش دیگه واقعا میره داخل مثلا نمرات 8 یا 9. خب همینقدر کافیه تا نمره 7. خب این درسمون درباره ways of linking ideas هستش، نحوه اتصال دو تا جمله. خب مثلا چگونه میتونیم دو جمله رو به یه جمله تبدیل کنیم به طوری که یه جورایی مثلا کوهیرنسمون بالاتر بره با این ارتباطی که به هم دیگه دادیم دو تا جمله رو، و این کار حتما باید داخل متن آکادمیکمون انجام بشه تا اون گرامر اکوریسی ما داخل قسمت رایتینگمون بالاتر بره. خب بریم با هم دیگه ببینیم. درس ساده است، خاصی هم نداره. اولین قسمت اومده گفته ways of linking ideas. خب با but و because شروع کرده. we use conjunctions but because to join two clauses in one sentence. میخواد دو تا کلاز رو هم دیگه بچسبونه با but و because. خب but یعنی هم با because هم که چون دیگه زیرا. مثلا این جمله نگاه کنید، کلاز اول نگاه کنید. Fish has long been a staple food in many cultures. staple معنی غذای اصلی، عمده. خب میگه مثلا ماهی از دیربازها، مثلا دیرباز غذای اصلی بسیاری از فرهنگ ها، کالچرها بوده. خب but ویرگول نگاه کنید، کامایی که داره اینجا باس میاد، حتما باید بیاد بذارید. ولی because چیزی نداره. but there has been some controversy recently about the benefits and risks of fish consumption. ولی خب میگه تضاد رو نشون میده. ولی خب there has been some یعنی مثلا وجود داشته است یه کمی مثلا مباحثه یا مثلا اختلاف اخیراً درباره مثلا سودها یا مثلا اون ریسک های مصرف ماهی. خب چیزی داره میگه یه جوری تضاد داده، من دو جمله نشون میده با وات نشون داده. ولی because میان چون دیگه. Fish is known as a brain food because it is beneficial to the development of the brain. The brain حواستون باشه the brain مثلا مغز با آرتیکل د یادتون نره. حالا از اون بگذاریم. میگه خب میگه ماهی شناخته میشه به عنوان غذای اصلی مثلا مغز دیگه. خب زیرا خیلی سودمنده، خیلی مفیده برای مثلا توسعه مغز، برای رشد مغز. خب این از با تو بیکاز ساده هستن. بعضی وقتا هم we use adverbial expressions. examples مثل چی؟ consequently نوشتنش حتما حواستون باشه. however یا مثلا چیزهای دیگه. to connect ideas in separate sentences. میخواد دو تا ایدیا رو مثلا داخل دو تا separate sentences هستش و میخواد این دو تا رو به هم دیگه متصل کنه. بس این دو تا جمله کلاس مستقلن هر کدوم، ولی با consequently however دو تا رو به هم دیگه داریم ربطشون میدیم. خب these usually go at the beginning of the sentences or class. معمولا هم اول جمله و اون کلاس ها استفاده میشه.
البته بینابین وسط هم میاد بعضیاشون مثل هاورد فورالسو اینجور موارد و ولی خب رسمی که مثلا آکادمیک ها ما معمولا اول جمله بیاریم تا همه چی واضح باشه بهتره. Fish is known as a brain food because of the benefits it has for brain development. However, recent studies have shown that fish can also contain mercury. mercury یعنی جیوه. امکان داره مثلا جیوه داخلش باشه، شاملش باشه. خب و همین. خب حالا چیزایی که گفته some adverbial expressions therefore however also can be used in a variety of positions. داخل پوزیشن های مختلف میتونی به کار بری. مثلا با therefore نگاه کنید. People therefore are unsure of whether to eat fish. People are therefore unsure of whether to eat fish. یا مثلا people are unsure therefore of whether to eat fish. خب قسمت بعدی اومده گفته preposition هم مثلا بعضی وقتا به کار میره. preposition ما in spite of و despite یا مثلا because of, due to. خب حالا باز بیشتر راجعش صحبت میکنیم در همین چند تا قسمت آینده. ما جلوش معمولا باید یه دونه noun phrase بیاریم یا یه verb ing بیاریم. یک از این حالت ها بیشتر نیستش. خب مثلا چی؟ The match was cancelled because of the snow. این غلطه بگیم because of it snowed. یه جلوش کلاس به کار نبرید، جمله به کار اصلا نبرید. این of بعدش noun phrase میاد یا مثلا ing دار میاد. مثلا چی؟ In spite of losing the first game, the team went on to win the tournament. خب تیم پیش رفت ادامه داد که ببره مثلا تورنمنت رو، با اینکه اولین مسابقه رو از دست داده، علیرغم اینکه از دست داده بود. خب حالا چیزی که میگه ing دار آورده دیگه تو این قسمتش. خب دوستان تو قسمت دوم میخوان چند تا لینکینگ اکسپرشنز یاد بگیریم با هم دیگه. ولی خب این مطالب داخل رایتینگمون بیشتر باز تخصصی صحبت کنیم. هر سوال هر نمونه چه شکلیه. ولی خب اینجا یه کلیت کاری بدونیم ازش. مثلا واسه adding information بخوایم اطلاعات اضافه تر راجع به موضوع بدیم. خب میتونیم از and استفاده کنیم یا مثلا دو تا مطلب باشه از well as میتونیم استفاده کنیم. مثلا دو تا noun باشه کنار هم دیگه از well as میتونیم استفاده کنیم. یا مثلا از also استفاده کنیم. anyway باز فرمال نیست، بیشتر اسپوکنه. besides مثلا از طرف دیگه besides, furthermore, in addition, of my own likewise. اینو همچنین اینجور مواقع هستش. moreover, similarly. و گفته we use these expressions to give additional information. مثلا چی؟ fish supplies us with substances that might protect against heart disease. Moreover moreover, in many cultures, fish is known as a brain food. شناخته میشود به عنوان یه دونه غذای مغز دیگه، برین. خب این مثلا اینفورمیشن یا مثلا بعضی وقتا سیکونسینگ داریم، مثلا فرستلی، سکندلی، فاینالی اینجور مواقع داریم. خب خیلی خوبه که از این استفاده کنید. یا مثلا داخل پروسس ها رو میبینیم first, next, after that, then یا مثلا afterwards یا مثلا چیزهای دیگه next اینجور مواقع. خب چیزی که اینجا گفته firstly, secondly and finally are used to order points in an argument. میخواد ترتیب رو برسونه دیگه. میگه firstly, in terms of heart disease, it has been shown that consuming even in small quantities of fish can lower your risk of heart disease by 17%. Secondly, consuming fish is known to have a beneficial effect on brain development. Finally, etc.
حالا first و next after اینجور مواقع واسه process procedure یا cycle هست. First the fruit is picked by hand, then it is transported to the factory. یا مثلا واسه cause reason result از because و so بیشتر این فرمال spoken هستش، ولی خب because هر دوش به کار میره. therefore consequently so thus as a result adverbial هاش هستن. preposition مثل چی؟ because of due to خیلی البته اکادمیک داره an account of owing to. خب اینجور مواقع. ولی خب اینجا مهمه که بعدش حتما noun بیاد. خب یا مثلا verb ing اینجور مواقع بیاد. بریم با هم دیگه مثال هاشو ببینیم. خب این خوش اول همه گفته because introduces the reason for something and so introduces the result. I eat fish 3 times a week because it protects against heart disease. Fish protects against heart disease, so I eat 3 times a week. 3 بار در هفته میخوره دیگه. خب یکی داره نتیجه داره میگه، دلیل ریزن داره میگه. بعد یک چیزای دیگه هستن مثل therefore, consequently, so, thus, and as a result. Introduce the result of a situation or action. As a result, people are unsure whether to increase or decrease the amount of fish they eat. یا مثلا because of, due to, an account of, owing to introduce the reason for something. و جورش مهمه که حتما noun phrase بیاد. خب دوستان پس این قسمت ها رو فهمیدیم. خب owing to هم در واقع داره ریزن داره بیان میکنه برامون. خب مثلا the buses were all running late owing to the bad weather. به دلیل bad weather. The bad weather. خب the article یادتون نره. و چیزی که داریم میگه owing to یا due to میتونیم بیاریم و این مطلب بیان کنیم. due to بیشتر اکادمیکه باز گفتم بهتون. اگر بخوایم جلوش یه فریز به کار ببریم، مثلا یه جمله به کار ببریم، این شاید باید بیان کنیم the fact that. اون جمله the fact that رو بعد از این preposition های خاص که اینجا میبینید باید به کار ببرید تا بشه بعدش اون فریز خاص رو به کار. مثلا این مثال نگاه کنید the match was cancelled due to the fact that it was snowing. اینجا دیگه اصلا مشکل نداره، مثل این نیستش که مثلا because of it was snowing جلوش این فریز بخواد به کار بره غلط باشه. نه، the fact that وقتی که بیاد دیگه مشکل نداره. این جمله برای contrasting یعنی تضاد، خب بات میتونیم به کار ببریم، although یا تو میتونیم به کار ببریم. مثلا adverbials هاش چه چیزایی هستن؟ alternatively, however, in contrast یا by contrast, nevertheless, on the contrary, on the other hand یا مثلا yet. prepositionش هم مثلا in spite of یا despite. خب با بات که الان جمله دیدیم تضاد نشون میداد، همون قسمت اول دیدیم. حالا با although میشیم جلو. چیزی که مهمه although can come at the beginning or in the middle of two contrasting ideas. میتونه بینابین بیاد مثل این یا اول جمله بیاد. و این نکته که مهمه اون فریز اون جمله وقتی تمام شد حتما اون کاماش حتما باید بذاریم. We use a comma between the two clauses. یا مثلا اینجا میگیره یا این قسمت میگیره، در اصل کاماش رو باید بگیره. مثال اول با هم بخونیم. Although the work was supported by grants from the Fisheries Scholarship Fund, this did not affect the research fundings. با این کاما که گذاشتن داره اون تضاد بین دو تا جمله رو قشنگ‌تر توضیح میده و کلاریتیمون بیشتره. خب اینجا
این نکته رو گفته in spite of یا despite noun یا ing دار بیاره. حالا هم میتونه at the beginning or in the middle of two contrasting ideas بیاد. خب مثلا این جمله نکن in spite of the considerable amount of literature on the risks and benefits of fish consumption, there are still important gaps in this information. پس جایی که آورده noun آورده the considerable amount of literature. خب یا مثلا به این صورت بیاد یه verb بیاره ing بیاره I eat fish regularly for health reasons despite not liking it much. علیرغم این که مثلا زیاد دوستش ندارم not liking it much liking ing یادتون نره نمیتونه بگه despite I don't like it یعنی کلا غلطه حواستون باشه یا noun بیارید یا verb ing بیارید همین. ولی خب اینجا هم همینو گفته the fact that زمانی که شما میارید جلوش دیگه میشه کامل اون فریز رو اون کلاس رو به کار برد. مثلا I eat fish regularly for health reasons despite the fact that I don't like it much. خب این هم حالت بیشتر آکادمیکه the fact that مثلا این شکلی بیارید نه حالتش هم درسته. ولی واسه تنوع مثلا اگه مثلا دو جا خواستین داخل مثلا رایتینگ تست توتون به کار ببرید خب خیلی خوبه که یک از این به کار ببرید که از این به کار ببرید یا مثلا دیسپایت یا به کار ببرید اینسپایت هم اینسپایت آف هم مثلا یه جا دیگه به کار ببرید. خب واسه give reasons یعنی give examples برای مثال زدن چه چیزهایی به کار میره یه چند نمونهش اینجا گفته that is to say in other words that is for example for instance to cite an example هر چیزهای مختلف دیگه وجود داره که میشه به کار بردش. خب مثلا مثالش ببینید there has been some controversy recently about the benefits and risks of fish consumption. For example, we know that fish supplies us with polyunsaturated fatty acids یعنی اسیدهای چربی مثلا اشباع نشده. من اینجا مثال مثلا توضیح بیشتر داده substances یعنی یه ماده‌ای هست موادی هست substances that might protect agents heart disease که امکان داره مثلا protect agents میبینید protect agents یه چیز agents preposition خاص protect که ممکن مثلا مقابل مثلا بیمارهای قلبی شما رو مثلا پروتکت کنه یعنی مثلا نجات بده یعنی مثلا حفاظت کنه. خب بریم ببینیم گرامر اکسترامون چی گفته. English written and spoken English. خب بعضی از این پرپوزیشن های چیزایی که مطالب که گفتیم اکسپرشن هایی که گفتیم داخل ریتن بیشتر به کار میره و بعضی هم داخل اسپوکن. اسپوکن شروع میکنم مثل so, then, anyway بیشتر حالت اسپوکن داره. برای ریتن مثلا does, therefore, finally, furthermore, hence, moreover, nevertheless, in addition, firstly, secondly, finally اینجور مواقع. Regular consumption of fish can lower your risk of heart disease by 17%. Furthermore, it can have a beneficial effect on brain development. خب یا مثلا با so اسپوکنه مثلا میگیم eating fish is good for you so I try to eat it regularly. من بطور مرتب سعی میکنم اونو بخورم و داره ریزالت نشون میده دیگه. خب امیدوارم از جلسه هم لذت برده باشین. جلسه راحتی بود، ساده‌ای بود. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.